نسوزی. حالا ببین چی داریم. 1 2 3 میدمش به تو. سوزه دخترم. لباسم سیاه شد. نه هیچی نشد. تولدت مبارک. تولدت مبارک. رفتم پایین. ندا بیا اینجا. خب چی کار کنیم؟ فیروز اینور و اونور نداره. میخوام بچه خوشحال باشه. مامان گفتی بابا میاد تشکر میاد. الان میاد مامان. الان میاد. چی الان میاد؟ مامان هنوز نیومده داری تولد رو میگیری دیگه. اینو بده به من. چرا میذاری اونجا؟ کجا بذارم؟ اونجا بذار. بیا تولد بگیر هر جور که میخوای. تو لج کردی هومن نباشه. شاید بخواد نصف شب بیاد. این بچه دیق کرد انقدر صبر کرد. زندگی منو با زندگی خودت قاطی نکن. تولدت مبارک عزیزم. تولدت مبارک. الان مثلا تولد گرفتی؟ آره همینطور همه چی الکی. الکی چیه میکنی؟ الان چی کار میکنی؟ این شمع رو میخوای جمع کنی؟ چرا الان داری هی شمع رو جمع میکنی؟ این حرکات چیه؟ چرا فکر میکنی هرچی حرف میزنی تو درست میگی؟ برای اینکه تو داری زندگی خودتو نابود میکنی. چی کار داری به زندگی من؟ میاد. تو چی کار داری به زندگی من؟ اصلا میدونی چرا هومن امشب نیومده؟ چون تو اینجا موندی. دختری بیشرم، بی‌حیا، خجالت بکش. بشکنه دست من که نمک نداره. میدونی فقط چقدر بچه تو شبانه روز نگه داشتم؟ کجا الان؟ کجا داری میری؟ هر جا برم بمیرم بهتر از اینجاست. نمیذارم بری. الان مادر کجا میخوای بری؟ میخوام برم. نمیذارم مامان. چیزی نشد. تموم شد.